سالیان سال بود که ایران زمین درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی گوناگون بود. جنگ‌هایی که بارها حکومت اشکانی را در خطر نابودی انداخته بود. کار به جایی کشیده بود که برادر در برابر برادر قرار می‌گرفت و پسر بر پدر می‌شورید تا تاج و تخت را به دست آورد. دشمنان از این فرصت‌ها استفاده می‌کردند تا به مرزهای ایران هجوم آورند و چپاول کنند. این شرایطی کم کم نارضایتی مردم را برانگیخت تا اینکه در تاریخ 224 میلادی شخصی از فارس مرکز تولد شاهنشاهی هخامنشی به پا خاست و گلایه‌مند از شرایط پیش آمده بر پادشاهی اشکانی شورید. نام او اردشیر، فرزند پاپک، شاه شهر استخر.